متاسفانه امروزها خواهران ما از جهت دور ماندن از تعلیمات قرآنی در روند زندگیشان به خطاگی‌های راه می‌دهند که بعداً پیامدهای بد و ناگوار آنها را دامنگیر می‌شود و در زندگی به مشکلات و سختی‌های زیاد روبرو شده از آن رنج می‌برند. می‌خواهم بعضی آن خطاگی‌ها را برای خواهران ایمانیم گوشزد نمایم تا اصلاح شوند و در زندگی به مشکلات روبرو نشوند و زندگی خوش و گوارا نصیبشان گردد. از همه بزرگترین خطایی که خواهران ما به آن راه می‌دهند این رابطه های نامشروع آنهاست با مردان بیگانه. متاسفانه امروزها این وبای عصر 21 یعنی اینترنت، وایبر و واتساپ، بیگا لایف و اینستاگرام خواهران ما را چنان به بی‌حیایی کشانده است که حتی دختران درون خانه را هم به فساد اخلاقی کشانده آلوده گناهان کرده است. العیاذ بالله. در پخش مستقیم برآمده با لباسهای نیم برهنه و شهوت انگیز مردان را بیقرار می کنند. با آنها سخنان فحش و شهوت انگیز می گویند و می نویسند. آنها خیال می کنند که با این راه شوهر و رفیق زندگیشان را می یابند و زندگی خوش و گوارا نصیبشان می شود. ولی هیهات، آنها بیخبر از آنند که هر آن نفرانی که با آنها رابطه نامشروع می کنند تیار نیستند با آنها ازدواج کنند. آنها تنها به خاطر یک ساعته یا یک شبه همخوابگی با شما رابطه می کنند، ولی همین که به مقصدشان رسیدند و خواستنشان را از شما گرفتند شما را به مثل کاغذ تشناب می پرتایند، در حالی که به قدر یک تنگه هم ارزش ندارید. حتی همه این کارهای بی‌حیایی شما را نواربرداری کرده در معرض تماشای همگان می‌گذارند و آبرو و ناموس شما را لکه‌دار می‌کنند. چطوری که به همگان معلوم است تقریباً هر روز یک نوار بداخلاقی زنان تاجیک در سامانه‌های اینترنتی به نمایش می‌براید که این عاقبت‌های خوبی ندارد. خواهران عزیز، آیا می‌دانید نتیجه این همه بداخلاقی و بی‌حیایی و رابطه نامشروع چیست و چه پیامدهای بدی دارد؟ همه شما خوب می‌دانید که این کار شما چه پیامدهای بدی دارد و چه عاقبت بد شما را انتظار است. ولی حالا که جوان و زیبا هستید مغرور و فریفته جوانی و زیباگیتان شده اید. خواهران عزیز، فراموش نکنید یک زمان شما جوانی و زیباگی را از دست می دهید و آن زمان به شفقت و مهربانی و محبت یک شوهر خوب و صالح سخت محتاج می شوید. ولی آن زمان به سبب این رابطه های نامشروع از این نعمت بی‌بهای خداوندی محروم هستید. آن زمان کسی تیار نیست با شما ازدواج کند. حتی برای یک ساعته همخوابگی هم کسی به شما مراجعت نمی کند، چون که آن زمان شما پیر شده زیباگی و جوانیتان را از دست داده اید و در نتیجه بیکس و تنها می مانید. خداوند این دو نعمت را یعنی شفقت و مهربانی و محبت را تنها برای کسانی عطا می کند که آنها اساس زندگیشان را به نافرمانی خداوند و آلوده گناهان آغاز نکردند. خواهران عزیز، به این سخن پروردگار خوب گوش اندازید که چی می فرماید. خداوند در آیه 21 سوره روم می فرماید: استعیذ بالله و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظیم. و از نشانه های او این است که همسران از جنس خودتان برای شما آفرید، یعنی همسران از جنس جن و شیاطین یا از جنس حیوانات برای شما نه آفرید، بلکه از جنس خود شما، از جنس آدمی آفرید
تا به آنها آرام گیرید، یعنی تا در کنار آنها شما آرامش حاصل کنید و در میانتان محبت و رحمت را قرار داد. بیگمان در این امر نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. در این آیت خداوند برای زن و مردی که با راه حلال با همدیگر می رسند دو نعمت وعده کرده است، یعنی شفقت و مهربانی و محبت، که محبت در ایام جوانی می شود و شفقت و مهربانی در ایام پیری می شود که در آن ایام زن زیباییش را از دست می دهد، ولی با وجود آن شوهر او را ترک نمی کند و برای او خیلی مهربان و مشفق می شود. خواهران عزیز، شما چی خیال می کنید اگر اساس زندگیتان را با نافرمانی خداوند آغاز کردید، با رابطه های نامشروع با مردان بیگانه آغاز کردید، 3 سال و 4 سال عشق و عاشقی کرده بعد از آن ازدواج کردید، در بیگا لایف و اینستاگرام، در وایبر و واتساپ با مردان بیگانه در پخش مستقیم برآمده با لباس های نیم برهنه و شهوت انگیز سخنان محرمانه گفتید، آیا خداوند این دو نعمت، یعنی نعمت شفقت و مهربانی و محبت را برای شما میدهد؟ این معلوم است که خداوند از این دو نعمت شما را محروم می کند و آن زمان پشیمانی هیچ سودی ندارد. خواهران عزیز، به هوش باشید، خود را بازیچه دست شیطان نکنید و آبروی خود و خانواده اتان و آبروی دیگر زنان مسلمان تاجیک را نریزانید. و السلام علی من اتبع الهدى. گمان کردی که خوشبختی همین است، خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است، خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است.